فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه می فرماید: اوقات نماز. نامه امیر مومنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه به فرمانداران شهرها در مورد اوقات نماز. نماز ظهر را با مردم وقتی بخوانید که آفتاب به طرف مغرب رفته سایه آن به اندازه دیوار خوابگاه بز گردد، و نماز عصر را با مردم هنگامی بخوانید که خورشید سفید و جلوه دارد و در پاره‌ای از روز که تا غروب می شود 2 فرسخ راه پیمود. و نماز مغرب را با مردم زمانی بخوانید که روزدار افطار و حاجی از عرفات به سوی منی کوچ می کند. و نماز عشا را با مردم وقتی بخوانید که شفق پنهان می گردد تا 1/3 از شب بگذرد. و نماز صبح را با مردم هنگامی بخوانید که شخص چهره همراه خیش را بشناسد، و در نماز جماعت در حد ناتوان آنان نماز بگذارید و فتنه‌گر مباشید. نهج البلاغه نامه 52.